سعید هنرمند مشهور و محبوب کشور در امریکا وفات کرد. دلیل درگذشت آریانا سعید چی بوده است؟ حادثه ترافیکی مرگبار آریانا سعید در امریکا، افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل و یکی از ستاره‌های درخشان در هنر موسیقی افغانستان و شهرت و محبوبیت خاص هنری دارد. از سن طفولیت علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت، ولی بعد از آن که جوان شد میخواست آهنگ برسرایت، ولی بارها با مخالفت‌های خانواده‌اش روبرو میشد. آریانا سعید عاشقانه از سن نوجوانی شروع به کارهای هنر آوازخوانی‌اش کرد و در مدت خیلی کوتاه توانست دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کند. آریانا سعید جدیداً لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفداران صدایش کسب کرده است. آریانا عاشقانه به کارهای هنریش میپردازد و همیشه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان آهنگ میسراید. تازه آریانا سعید در کشور امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و در این نهادش مصروف کارهای سیاسی است و به همین دلیل کاملا از راه هنر موسیقی مدت می شود به دور است. آریانا سعید تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در امریکا وفات کرده است، اما کاملا این تصاویر دروغ بوده است و شایعات است. اما دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی تا کنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.